این اسفند ماه قدرتمندی که بهش وارد شدیم ویژه ترین روزهای سعد مبارک و معجزه بخش رو داره که این روزها هستند: 3 اسفند جمعه، 9 اسفند پنج شنبه که شرف قمر اتفاق میفته، 11 اسفند شنبه شب که ماه نوی قدرتمندی رو داریم و انرژی تولد دوباره هست، 17 اسفند ساعت 12:30 بامداد که در این زمان هر ذکر یا تکنیکی که خواستید رو برای رسیدن به خواسته هاتون حتما انجام بدید. 24 و 25 اسفند جمعه و شنبه که ماه کامل اتفاق میفته و در این 2 روز ذکر یا کریم رو 270 مرتبه بر زبان بیارید. و 29 اسفند چهارشنبه شب که اولین شب قدرتمند قدر رو دارید. و حتما شما هم این پست رو سریعتر برای دیگران بفرستید تا این روزهای معجزه بخش رو بشناسن و با تمام قلبتون بنویسید: خداوند پناه من است.